لیسوا سواء من اهل الكتاب امة قائمة يتلون آیات الله آناء اللیل و هم یسجدون. لیسوا سواء نیستن برابر، کل از اینا یک قسم نیست. من اهل الكتاب بعض اهل کتاب یهود نصارا، امة یک امتی است، قائمة که استوار هستند به حق، یتلون آیات الله میخوانند آیات الله را، آناء اللیل حصای شب، و هم یسجدون در حال که تابعداری و سجده میکنند، نماز میخوانند، یؤمنون بالله والیوم الاخر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یسارعون فی الخیرات و اولئک من الصالحین. ایمان میارن به الله و روز قیامت، امر میکنن به نیکی ها، نهی میکنن از گناه ها، و یسارعون فی الخیرات و به تیزی انجام میتن نیکی ها را، تیزی میکنن در انجام نیکی ها. و اولئک من الصالحین، اینا جمله نیکوکارا هستند. و ما یفعلوا من خیر فلن یکفروا والله علیم بالمتقین. آنچه که انجام میدن از خیر فلن یکفروا، هرگز ناسپاسی اعمال خیرشان نمیشه. والله علیم، الله علیم بالمتقین، کسایی که تقوا دارن و عمل به تقوا میکنن. خب قبلا از اهل کتاب بدایشان بیان کرد. حال الله میگه آدمای نیک هم در بینشان است، ولی وش کرده باشین که از کسایی که ایمان میاره دوستی بکنین، او کسایی که کافر است که از اونا دوستی نکنین. وشدار است، الله اینجا میترساند. لیسوا سواء نیست از اهل کتاب مستوی ده، مساوی نیست، کل شیء قسم باشه. اینجا کلام تام میشه. خب لیسوا سواء گپ خلاص شد. بعد میگه من اهل الكتاب، من تبعیضی است در اینجا برای بعضی از اهل کتاب، امتون یک طایفه است که قائم مستقیم است به دین الله، یعنی اسلام قبول کرده. و عبدالله ابن سلام بود، رفیقایش بود. یتلون آیات الله، بیان میکنن، میخوانن آیات الله را، دعوت میتن. آناء اللیل حصای شب، یعنی تهجد میکنن در شب. قرآن خواندن بسیار ثواب داره. الله رسول الله امر کرده یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. یک کسی که در زیر چادر هستی شب استاد شو، نماز بخوان مگر کم وقت شب. ورتل القرآن ترتیلا، قرآن با وضاحت بخوان. شب که شما 4:30 بجه بخیزید میشه تهجد بخوانید. 15 دقیقه وضو یا 20 دقیقه 15 کمپاین. این 5:30 بجه صبح میشه. 40 دقیقه نماز بخوانید. یک 4 قرآن بخوانید. یک 8 رکعت نماز بخوانید. وترتان بخوانید، 3 رکعت یا 1 رکعت. دیگه اون قرآن بخوانید. میشه یک 20 دقیقه قرآن بخوانید، 20 دقیقه نماز. کم از کم نه؟ یا 2 بجه شب خیستین. شب کوشش کنین ناوقت خواب نشین. خب ما و شما هم افغانستان سیستمش خراب است. تا 11 و 10 میشین چی؟ بعد از شام نان تا بخور، تقسیم اوقات جور شود. بعد از شام بگو نان تیار باشه. نان که خوردی 1 ساعت 2 ساعت خفتن که خواندی خلاص دیگه. اگه قرآن خواندی 1 نیم ساعت 1 ساعت بخوان، غیر از اون 8 بجه خواب شد. این شما 8 بجه خواب شاین با سعی کن. 9 10 11 12 حتمی میخیزی، یک خو میخیزی 5 ساعت بیخی بس. بعد از او هر قدر عبادت کنی، قرآن بخوانی در شبای زمستان. ما و شما میشینیم تا 11 12 یکی بیخی غلط است. این سیستم اگر میمان هم بود بانش برو پشت کارت. خب بسیار کت میمان ششتی تا 9 بجه بشی. میمان هم دید که کسی نیست خواب میشه. حالا میمان فرض نیست دیگه، برو هم خواب میبره. من یکم دفعه میمان آمده بشی، میگم نمیشینم، میگه خفه میشم. میبان خفه شم، چی کنیم خفه میشم. حتی عمر رضی الله عنه بعد از نماز خفتن میدید کسی قصه ناحق میکنه، دین باشه خب او را جزا میداد. میگفت قرآن میخوانی یه ذره بخوان، گپ خواب شد دیگه، گپ نزن، شو بخی. یؤمنون بالله والیوم الاخر، ایمان میآورن به الله و الیوم الاخر. و خب یتلون آیات الله آناء حصای شب، اوقات شب، و هم یسجدون در حال سجده میکنن. از این فهمیده میشه که اگر آیات الله را در نماز بخوانیم بسیار ثوابش بالا. نماز میخوانن. یؤمنون بالله، ایمان میارن به الله یعنی به وحدانیتش به طریقی صحیح. و الیوم الاخر، و روز قیامت. مبدی ایمان الله، آخرش قیامت. و یامرون بالمعروف، دیگه صفتشون چیست؟ امر میکنن به نیکی ها، این دعوت هم میکنن. آفرین. و ینهون عن المنکر، منع میکنن از گناه و شر، سستی نمیکنن. یعنی شب تهجد میخوانن، ایمانشون صحیح است. امر بالمعروف نهی عن المنکر میکنن. دیگه چی؟ و یسارعون فی الخیرات، عمل خیر بسیار به تیزی انجام میدن، سستی نمیکنن در اعمال خیر. ما شما نماز صبح که میشه بسیار با سستی، نه بسیار با سرعت میدن.
همین آزانه که شنید یا پیش از وقت میخیزه، وقت خیستگیست. این صفت باید ما شما این صفت ها را الله تمجید کرده، ما باید این صفت ها را پیدا کنیم. هر جایی که خیر است به تیزی میده. خیرات اینجا اعمال خیر، این صدقات نه که خوراک نان باشه، حلوا باشه، خب به او بدوی. افغانان دمی خیرات ها زیاد میدوان نی. خیراتی که اعمال خیر است دی ببینی سست است. هر عمل خیر امیال درس قرآن است نی. باید این مسجد چی اینجا این سرک باید پر میباد نی. حالی ببینی امیال در زیر لیاف ششتا چی تلویزیون چیز یک مختلف کارها مصروف است. و اولئک من الصالحین، اینا که هستند جمله صالحین است. کسی که در اینمی صفات داره که چی است؟ امت است، حق استوار است به دین اسلام، قرآن شب و روز میخواند، ایمانش صحیح است، امر بالمعروف دعوت میته، مردم از گناه مانع میشه، هر خیر به سرعت انجام میته، اینی صالح است. اینا الله میگه این مردم هر عملی که میکند ما ثوابش ثبت میکنم. و ما یفعلوا من خیر، عمل نمیکنن اینا انجام نمیتن کدام عمل صالح را، فلن یکفروه، هرگز ناسپاسی نمیشه، ضایع نمیشه پیش الله، کلش نوشته میشه و ثوابش چند داده میشه. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها والله علیم بالمتقین، الله علیم است به متقیا، یعنی هیچ چیز از الله پنهان نمیشه. الله میفهمه کی متقی است کی نیست. حال تخویف است بر کافرها. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. بدون شک کسای کفر انکار کردن از قرآن پیامبر، از عقیده توحید، لن تغنی عنهم اموالهم، هرگز دفع نمیکنه از اینا مالایشان، سرمایهشان، ولا اولادهم، نه اولاد و لشکر و نیروشان، من الله عزا بالله شین، هیچ چیزی را که این سرمایه دارا نگوین که مال مرا نجات میته، کافرای سرمایه دار. و اولئک اصحاب النار، اینا آتشی هستند، هم فیها خالدون، همیشه در آتش میمانند. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكتها وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. صفت کسایی که مصرف میکنن مال خدا را فی هذه الحیاة الدنیا، در اینمی زندگانی دنیا، بخاطر دنیا، کل چیز بخاطر دنیا، کافرا. کمثل ریح، مثل یک باد تیز است، فیها صر که دی جاله باشد یا آتش باشد، اصاب حرث قوم، برسد زراعت یا قوم را، ظلموا انفسهم که ظلم کرده گید به نفسشان، کفر کردن، شرک، فهلکته، هلاکش کند. و ما ظلمهم الله، ظلم نکرد الله به بالای زینا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن هستند به نفسای خودان ظلم میکنن. در اینجا الله تخویف است بر کافرها را میگه به خاطر مال اولاد شما اسلام قبول نکردید، پول سرمایه و قدرت و این چیزا، خبردار که مالتان شما را نجات داده نمیتونه. یک سوال دیگه پیدا میشه که کافرها پول مصرف میکنن در راه خیری، چطور میشه؟ الله میگه کل شی چه خاطر ایمان نداره، قرآن قبول نداره، پیامبر قبول نداره. مال اگه مصرف میکنه و هدفش الله نیست، هدفش دنیاست. اکثر میاره که ببینی مصرف میکنه، میخواد که از امون یک چیز بیاره، دنیا یک چیز به خود بیاره. این الذين كفروا، بدون شک کسای کافراست انکار کردن، لن تغنی، لن تدفع، هرگز دفع نمیکنه از اینا مالشان که اینا را هلاک میکنه، خزانه مالشان، و نه اولادی که اینا دارن کلش فنا میشد. من الله، از عذاب الله هیچ چیز، عذاب الله آتش جهنم، هیچ دفع کرده نمیتونه. اولئک اصحاب النار، اینا صاحبای آتش. صاحب چی معنی؟ یعنی آتش در وجودشان میچسبه. هم فیها خالدون، همیشه در آتش میمانند. این تو نیست که 1 سال، 10 سال، 100 سال، 1 میلیون سال، همیشه هست، میلیاردها سال میمانند. اللهم انا نعوذ بک من الکفر والفقر، یا الله از کفر نجات میخوای. بسیار بد، کسی کافر را دنیا رفت، توبه، تماما ناکامی ها برباد شد. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، حال الله بیان میکنه، جواب مثال است که یا خرج میکنن این چطور میشه. الله میگه مثال صفت آنچه که مصرف میکنن در دنیا، به خاطر چی؟ هذه الحیات الدنیا، به خاطر مردم صفتشان نکنند، ذکرشان نکنند دیگه، به این خاطر که در پارلمان خود کاندید کرد برش رای بده، یا ریاست جمهوری، اکثرش به این خاطر دنیا و پیسه.
مردم مرا قهرمان بگوید، مردم مرا آدم نیک بگوید، به خاطر دنیا. اگر مسلمان هم به خاطر دنیا باشه مصرفش هیچ است. کمثل ریح، مثل ریح است. ریح یعنی باد و شمال عاصفت بسیار تیز، فیها سر برد شدید، سردی شدید که حتی ژاله باشه. وقتی که طوفانی که دو ژاله و سردی شدید باشد، اصابت حرث قوم، برسد فصل یک قومی را ظلمو که ظلم کردگیستند، یعنی شرک کردن. چی میکند وقتی که برسد همی ریحی که زراعت هلاک میکند؟ فاهلکتو، یعنی فاسدش کنه و خلاص، هیچ که نفع گرفته نشه. این می قسم الله میگه کافر است. وقتی که عمل میکنن اعمال صالحشان مثل که زراعت طوفان آمد خرابش کرد، امیطوره. اینجا سوال پیدا میشه که اعمال نیک از یا سرشان ظلم نشد؟ الله میگه نی و ما ظلمهم الله، الله ظلم نکرده به بالای از اینا که مالشان و سرمایه‌شان از بین برد. چرا؟ ولکن کانوا انفسهم یظلمون، به خاطر که اینا اعمال را انجام دادن که مستحق عذاب شدن، کفر کردن، اینا ظلم کردن در عقیده و در عمل، به می خاطر اینا مستحق عذاب شدن. یکم تا میگه که این کافرها که خدمت میکنه چطور میشه؟ خدمت کافر هیچ چیز نیست پیش الله. مثل الذين كفروا ان الذين كفروا اعمالهم كسراب، مثل سراب است اعمالشون، او کرامات مثل خاکستر است. بسیاری وقت شما میبینین ما دیدیم در شمالی انگورا پخته میشه و خب چی میشه؟ یک جاله که میای به تیزی میزنه کلش هیچ میکنه. این تو جگر خون میشه این مردم نه؟ این شمالی چی حال شد؟ میگه طوفان آمد، جاله آمد، زد کلش خراب کن. اینی می اعمال کافران هر قدر عمل کنه هیچ است پیش الله هیچ ارزش نداره. خاطر که اولین عمل مهم است که ایمان است. ایمان، عقیده، باور، قبول کردن خالق. تو مخلوق هستی بفهم که خالقت کی است. الله وقتی که ظلم از اینا را بیان کرد، قباحاتشانه، این را بیان میکنه که کتیت و کافرات دوستی نکنین، یا را رازدارتان، مشاورتان، دوست خاصی نگیرین، یا هیچ بخیر شما نیست. کافر هیچ بخیر مومن فکر نمیکنه، همیشه کوشش میکنه بر مسلمان ضرر برسانه، خصوصا اون کافری که دشمن باشه، اون کافری که می جنگه با مسلمان. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، ای مومنین خبردار نگیرین بطانه یعنی دوست خاص، دوست رازدار، من دونکم بغیر از خودتان، لا یعلونکم خبالا، که تقصیر نمیکنن، کوتاهی نمیکنن این کافرها بر شما مومنین، خبالا در انداختن فساد و فتنه در بینتان، و دو معنیتم آرزو میکنن، کوشش میکنن، معنیتم چیزی که شما را در مشقت میپرته، در تکلیف کوشش میکنه که با تکلیف باشین. قد بدت البغضاء من افواههم، بدون شک آشکارا شدگی است البغضاء، بغض و عداوت و کینه و حسد، من افواههم، از دهنشان کینه و حسد میبره. و ما تخفی صدورهم اکبر، آنچه که در قلبهایشان پنهان میکنن بسیار بزرگ است. قد بینا لكم الآیات، بدون شک ما بیان کردیم برای شما احکام دلایل را، ان کنتم تعقلون، اگر شما عقل دارین از عقلتان کار میگیرین. ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، خبردار شما کسایی هستین مؤمنین، الله میگه تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. خبردار شما کسایی هستین مؤمنین تحبونهم که محبت میکنین به امر اینا، ولا يحبونكم اینا محبت ندارن به امر شما، و تؤمنون بالکتاب کلی، ایمان دارین شما با کل کتابای آسمانی، و اذا لقوکم قالوا آمنا، وقتی که با شما روبروشان میگوین ما ایمان آوردیم، و اذا خلو، وقتی که جدا میشوند میروند، عضوا علیکم، چک میگیرن از جهت شما الانامل، سرای انگشت خودان را، من الغیظ، از جهت قهر و غضب. قل بگوی پیامبر موتوا بغیظکم، بمرین به قهر و غضبتان. ان الله علیم بذات الصدور، بدون شک الله علم است با صاحب سینه.
ای کافرا ان تمسسکم حسنة تسؤهم و ان تصبکم سیئة یفرحوا بها و ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا ان الله بما یعملون محیط. ان تمسسکم اگر برسد به شما مؤمنین حسنة خوشحالی، نعمت، مال و سرمایه، قدرت، توانایی، تسؤهم خفه میشوند اینها، تسو خفه میسازد امی خوشحالی شما ای کافرها را. و این تصبکم سیئة اگر برسد بر شما یگام دفعه مصیبت، یفرحوا بسیار خوشحال میشن بها به مصیبتی که به شما رسیده. و این تصبروا اگر شما ثابت قدم باشین به تکلیفایی که یا میرسن و تتقوا و تقوا کنین از گناه و اعمال از اینا خود دور کنین. لا یضرکم کیدهم شیئا ضرر رسانده نمیتونه به شما مکر و فریب و چل از اینا شیئا هیچ ضرری. ان الله بما یعملون محیط بدون شک الله به اعمالی که انجام میدن احاطه میکنه. سبحان الله چه آیت هایی که تیتو کافرا الله میگه ای به ضررتان به خبر میته. الله از قلب از اینا میفهمه، از قلبشان خبر میته که هیچ فساد در روی زمین نیست یا کوتاهی نمیکنن مگر و فساد در بینتان میپرد. اگر فقر است، اگر مرض است، اگر ضعیفی است، اگر ذلت است، اگر بی‌ناموسی است، اگر وجدان، تماما گناه را میکنن. هیچ خوش ندارن که شما صاحب حکومت قوی باشین، اقتصاد قوی باشین، جامعه قوی باشین یا خانواده قوی باشین. هیچ خوش ندارن. امی بغض و عداوتش به زبان برآمدگی سی کافرها، یهود، نصارا و دیگه کافرها. دیگه ای که شما میگه ساده هستین این مسلمان ها که اینا محبت میکنین، اظهار محبت، اینا شما را دوست نداره. در اون وقت میفهمین کدام کافرها بود. یهود نصارا که با ذمه و پیمان زندگی میکنن، تابع بودن، هنوز زور نداشتن. حال خود زور دارن، و زور نداشتن، در مدینه بودن، ولی با وجود که زور نداشتن مسلمان ها قطعا محبت میکرد. الله میگه نکنین. دیگه شما کل کتاب ها را قبول دارین آسمانی را یا فقط میگن ما از خود قبول داریم دیگه شنی، و هم دروغ است. با زمین یهودی ها با مؤمنین که جای میشد بعدش ما ایمان داریم، دروغ میگفتن. وقتی که میرفتن جدا میگفتن های ایتو میکنم یارا گیر کنیم، زور ما برسه، ما قطعشان کار داریم، دستار چک میگرفتن. هر غمی که با مسلمان ها میرسه یا خوشحال میشه. مسلمان ها اگر ترقی میکنه یا خفه هستن. چرا مسلمان ها اینطور است؟ اگر به این آیت ایمان داری کافر هیچ بخیر مسلمان نیست. اگر به این آیت ایمان داری، حالا چی میگن این کافرها؟ میگن یا بخیر ماست. نه، حتی اون کافر میگه من میرم، این میگه نری بخیر ماستی، نمیمانیش که برو. میگه مرا غرض نگی در بدرم کده شما، یا میگه نه باشم اینجا. یا ایها الذین آمنوا، علی الله میترساند منافق، اهل کتاب هم منافق داشت که با امرای از اینا دوستی نکنین. ای مؤمنین خبردار، لا تتخذوا بطانتا، نگیرین منافقین را بطانتا، دوست هایی که رازهایتان برش میگین، دوست خاص. دوست خاص که راز برش میگی، مشاور تعیینش میکنی، ایتو نکنی که اسرار و رازهایتان بر از اینا بگوین و اینا را دوست خود جور کنین بغیر از مؤمنین. یا هم بر مؤمنین دوستی میکنی هم با کافر نکنین. من دونکم غیر از شیطان، یعنی خود مسلمان هست در بینتان، مسلمان هستین که خود دوستی کنین، رازتان به دیگه تان بگوین. با منافق، کافری که منافق است به این نگویی. چرا؟ لا یعلونکم خبالا، این دلایلش است. دلایل الله میگه لا یعلو به معنی تقصیر میاد. لا یعلون یا لا یقصرون، تقصیر نمیکنن از برای شما خبالا در فساد و فتنه. یعنی هر قدر که فساد بیاد در زندگی شما خوش میشن، بے حیا شوین، بے عزت شوین، آبرویتون از بین بره، بے حجابی، نه شراب، پودر. اگر این سابق یقین که پودری ما نداشتیم، حالا میگه 4 میلیون افغانی پودری شده. خوش هستن اینا. یقین کنین اینا میگم کل این افغانای مسلمان افغانستان کلش پودری شد. بان که میگه پودری شد کلش بمرن. کوشش میکنن کل شرابی شد، میگه کل سیگریتی و نسواری، کل عیاش به بندوبار، کلش بے ناموس و بے عزت باشه، کلش میگه دوست باشه. اینه تو کوشش میکنه.
و ندیدین که چقدر همین تلویزیون ها رو سعی کنه هر روز ستاره افغان است، خواندن است و رقص است. این تلویزیون ها برای چی است؟ کلش به خاطر ایجاد فساد و فتنه در بین خانواده مسلمان، جامعه مسلمان. 24 ساعت فساد ایجاد میکنن. ودو ما انتم، ودو کوشش میکنن، آرزو میکنن، ما انتم آنچه که شما را در مشقت میپرتن، در ضرر شدید، فقیرترین باشین. امیال ما شما را یا چی کنن؟ اینجا 16 سال است که آمدن می خدمت کردیم، خودشان اعلان میکنه فقیرترین کشور دنیا افغانستان. خب حالا توی قشای کافر اینجا آمدی بیش از 40 کشور و هنوز ما فقیر هستیم. با چی میگم؟ مفسدترین کشور دنیا افغانستان است. ولی کی کردیم ما را مفسد؟ چرا ما در فساد اول نه؟ در فقر اول، در بیسوادی اول هستیم، یعنی در بیبندوباری و آدم کشی و اینگه پا اول نمره. خودش او را پیسه بتیره اینه که دکلی ازوده او را دکلی ازوده. این همی کار هم میکنن، باز اعلان هم میکنن، هیچ شرم ندارن. ما هم با چی میگیم؟ هیچ ما میگم مشکلیم کلانا که هست نی؟ فقط این همی قدرت خود میگیم. چند پا پیسه قدرت خود خلاص. قد بدت البغضاء من افواههم، بدون شک آشکارا شدگی است بغض و عداوت از دهنهایشان، نشانه های عداوت از دهنشان میبراید. یعنی به قلب اکتفا نمیکنه، از دهنش میبراید. حتی شما میبینینم، خب میبینینم که میبراید دهنشان. و ما تخفی صدورهم اکبر، آنچه که در قلبهایشان پنهان کرده بسیار بزرگه. شما کی میبینین اخبار دنیا را بشنوید؟ خب ضروره نیم ساعت بشنو ببین چی میگن. همین کلانای کافرای دنیا، رئیس جمهورها را ببین چی میگن، چیزایی میگن. قد بینا لکم الآیات، بدون شک ما وضاحت دادیم از برای شما آیات، احکامی که دلالت به وجوب اخلاص در دین میکند. و این را واضح کردیم که دوستی با مؤمنین بکنین، دشمنی با کافرها بکنین. ان کنتم تعقلون، اگر شما عقل دارین، اگر شما از عقلتان کار میگیرین. این را الله استهزا میکند، قار سر ما شما. میگه عقل داری یعنی او مؤمن. اگر عقل داری پس چرا که کافر که دشمن است که تازی محبت میکنی؟ چرا حکم الله را عملی نمیکنی؟ این میال ما مسلمان ها که ذلیل هستیم به خاطر که کتازینا دست دوستی دراز کردیم. ها انتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم، خبردار شما مؤمنین هؤلاء نمی کسایی هستین تحبونهم که محبت میکنین با امرای از اینا. یعنی درمی محبتان خطا میکنین. شما زیرا شما محبت میکنین ولا يحبونكم، اونا که شما محبت نمیکنن، اونا دوستان ندارن. شما کوشش میکنین که بر اونا نفع برسانین، اظهار محبت کنین، اونا نداره دوست. یکم دفعه ببینیم یه جالت ما خودت تا میکنه بالا میکنه، هیچ همین چیزای تا خوش نداره اونا. چاپلوسی نه، این سوده او سوده خدا، ما ای تو میکنیم می تو. چرا؟ بخاطر و تؤمنون بالکتاب کلی، شما ایمان آوردین به کل کتاب های منزله، به تورات، به انجیل، به قرآن. یعنی عقیده شما فرق میکنه. تا که عقیده اسلام باشه کافر قبولت نداره. گرم بفهم. پس اینجا توبیخ است. و اذا لقوکم قالوا آمنا، وقتی که روبرو میشوند از جهت خباثتشان چی میگن؟ ما ایمان داریم. ایمان اظهار میکنن. اسلام دین صلح است، اسلام دین بهتر است. این تو میگن. و اذا خلوا عضوا علیکم الانامل، وقتی که میرن در مجلسای خودشان، خلو جدا میشن، میرون. کجا میرون؟ در مجلسای خودشان میرن که خود میشینن، چهار اطراف خود که میشینن. عضو با چک میگیرن علیکم از جهت شما مؤمنین. الانامل، انامل سر انگشت میگه اینجا رو دستای ایتون میکنه. میگه چطور کنیم یاره؟ روز به روز قوی شده رایستان. میتون جگر خوب میباشن. نمیشه که کل از اینا جنگ هم کنیم. اگر دینشان رد کنیم علنی کلش میخیزن. چطور کنیم؟ حجت شدت غضب دستای خدا نه چک میگیرن. یا کسی که غضبناک شد دست خدا چک میگیرن. من الغیث از جهت قهر و غضب. قل بگوی پیامبر موتوا بغیظکم، این دعای شرع، بمرین به اساس غضبتان، الله هلاکتان کنه. ما میگیم که الله یار هلاک کنه، الله تباهیشان کنه.
ان الله و دیگه مسلمانان را الله قوی کنه. ان الله علیم بذات الصدور، بدون شک الله عالم است به صاحب سینا، آنچه که در دل استان پنهان کردین. سکو اینجا الله چرا میگه علیمون؟ این کلش گپای غیب بود، کافرای تو میکنه. اینجا سوال پیدا میشه که الله از قلب میفهمه؟ میگه بله، الله از قلب میفهمه که کافر که شما چه معامله میکنه و شما چه میکنه. الله عالم است به آنچه که در سینه ها است، رازهایی که در سینه است. ان تمسسکم حسنه، اگر برسد بر شما حسنه، نیکی و خوشحالی، مال، سرمایه، قوت، تسؤهم، اینا را خفه می سازد. اگر بر شما حسنه و زیبایی برسه خفه میشه. و ان تصبکم سیئه، اگر بر شما مصیبت برسد، از تصب چی فهمیدم؟ کم بعضی وقت مصیبت میرسد که غم است، شکست است، اینی در جنگ و اینا، یفرح و اینا تو خوشحال میشن، باز اونجا خوب عداوت خدا ناشکارا میکنن. الله میگه که اینا بسیار دشمنتان است، همیشه به غم و تکلیفتان یا خوش میباشن. باز میفرماید و این تصبروا، اگر شما صبر بکنین به تکلیف هایی که اینا میرسانن، و تقوا، تقوا بکنین در عملتان، شما عمل کرده برین، گپای بدی که اینا میگن یعنی ثابت قدم شوین، عقب نشینی نکنین، به خاطر تکلیف رساندن اینا تسلیم نشین. لا یضرکم کیدهم شیئا، هیچ ضرر بر شما یک میدان رسانده نمیتون، به شرطی که تقوا به دینتان محکم باشه و ثبات در دینتان داشته باشه. صبر امیر میگه ان الله بما یعملون محیط، الله با اعمالی که انجام میتن احاطه کردگی است، یعنی اینا در حیطه قدرت الله و علم الله است، هیچ از قدرت الله بیرون نمیشن. اگر بخوان بر شما ضرر برسانن نمیتونن، اگر بخوان بر شما خوشحالی برسانن او را خواهی نمیکنن. در ظاهر میگن که ما به خیر شما هستیم، ما اینطور میکنیم، ما اینطور نه، اینجا آماده هدفهای خدا دارن اونا. و اذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال والله سمیع علیم اذ همت طائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. و از غدوت یاد که وقتی را که صبح وقت برآمدی من اهل که از خانواده تای پیامبر تبوئ المؤمنین تیار میکردی از برای مؤمنین مقاعد مکانهای جنگ و سنگرها را للقتال بر جنگ کردن والله سمیع الله میشنوه آواز شما را علیم عالم از بنیات شما. اذ همت طائفتان منکم یاد که وقتی را قصد کرد دو جماعت از شما ان تفشلا اینکه بزدل و بغیرت شوند والله ولیهما الله ناصر و مددگار از ایناست و علی الله فلیتوکل المؤمنون خواست به الله توکل بکند اعتماد بکنه مؤمنین. ولقد نصرکم الله ببدر بدون شک الله نصرت کرد شما را در جنگ بدر و انتم اذله در حالی که شما ضعیف بودین کم بودین. فاتقوا الله بترسین از الله احکام الله را عملی کنین لعلکم تشکرون تا اینکه سپاسگزار نعمت الله شوید. استقول للمؤمنین یاد که زمانی را که گفتی تو ای پیامبر للمؤمنین از برای مؤمنین الا یکفیکم آیا کفایت نمیکند شما را ایمدکم ربکم این که مدد کند شما را ربتان ب3,000 به 3,000 من الملائکه ملائکه منزلین که پایین شوند 3,000 ملائکه بیا به نصرتتان کفایت نمیکنه. بلا ان تصبروا بله اگر صبر بکنین شما و تتقوا تقوا کنین و یاتوکم من فورهم میاد شما را از در جوش کافرا هذا یمددکم اینمی ملائکه یمددکم مدد میکند شما را الله ربکم خالق و معبودتان ب5,000 و 5,000 من الملائکه ملائکه مسومین علامدار نشاندار می باشند. و ما جعله الله الا بشرا الله نگردانیده این ملائکه را
که روان کرده در جنگ شما الا بشرا مگر بشارت خوشخبری لکم از برای شما مؤمنین ولتطمئن قلوبکم به خاطر قلبهای شما مطمئن شود و ایمانتان قوی شود و محکم شود با آمدن ملائکه. هرچه نصرت کس و من نصر الا من عند الله نیست نصرت مدد مگر از جانب الله است العزیز که غالب است الحکیم صاحب حکمت است. چرا الله شما را نصرت میکنه؟ لیقطع طرفا من الذین کفروا تا که قطع کند یک حصه از کافرها را یک حصه سرزمینشان او یک بتهم یا ذلیلشان کنه فینقلبوا خائبین بازگشت کنند ذلیل. لیس لک من الامر شیء او یتوب علیهم او یعذبهم فانهم ظالمون نیز در اختیار تو پیامبر من الکار از کار امورات شیء هیچ اختیاری او یتوب علیهم یا الله رجوع میکند به اینا توبهشان قبول میکنه مؤمن میشن او یعذبهم یا عذابشان میته فانهم ظالمون بخاطر ظالما و مشرک هستند. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص در اختیار الله است آنچه که در آسمان ها و زمین است هر قسم تصرف میکند. یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء می بخشد کسی را که بخواهد عذاب میته کسی را که اراده کند. والله غفور رحیم الله بخشاینده و مهربان است. در اینجا یک واقعه بزرگ بیان میکنه که است که مناسبت از این آیت با آیات‌های قبلی در است که در آیت قبلی قباحت یهود بیان کرد و از کافرها را بیان کرد که اینی صفتای بد دارند و گفت که با امرای از اینا دوستی نکنین. کافرها را دشمنیشان بیان کرد. حال الله ای را بیان میکند که این کافرها قهر شدن بالاخره در جنگ میبرایند با گفتمان نمیشه که نشد در جنگ برآمدن باز الله چی میکند؟ شکستشان میده. در میدان گفتمان شکست خوردگی است کافر در میدان مبارزه و معرکه و جنگ هم شکست میخورند. و این آیت ها وقتی نازل شد که مسلمان ها جنگ احد تیر کردند. جنگ احد اولین جنگ مسلمان ها بدر بود. جنگ احد جنگی است که در سال 3 هجری صورت گرفته است و در وقت مسلمان ها بسیار صاحب قوت بودند. در جنگ احد الله مؤمنین نصرت کرد و بسیار پیشروی ها و ترقی وجود داشت. در جنگ بدر در جنگ احد مسلمان ها یک شکست نسبی خوردن. کافرها بسیار 70 مسلمان شهید شد و خود رسول الله هم زخمی شد. در حدیث صحیح میاد که صحیح مسلم ان النبی صلی الله علیه و سلم کسرت رباعیته یوم احد و شج فی رأسه فجعل يسلت الدم عنه ويقول كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله. حدیث صحیح است که دندان رباعی رسول الله صلی الله علیه و رباعی پیشری میگه در روز احد این دو تا بالا و پایین شکست می دندانایش و شج فی رأسی زخم در سرش آمد. اما چیز بود زره بود که در سرش زدن زره در روش داخل شده بود. فجعل یسلت الدم شروع شد که خون جاری بود از رسول الله صلی الله علیه و خون میره از رخسارش میره و دهنش خون میامد و یقول میگفت که کیف یفلح قوم چگونه کامیاب میشود یک قومی شجوا رأس نبیهم که زخمی ساختن سر نبیشانه سر پیامبرشانه و کسروا رباعیته شکستاندن دندانای رباعی پیامبر خدان را دندانای پیشرویش شکستاندن و هو یدعوهم الی الله تعالی در حالی که پیامبر اینا را به دین الله به کامیابی دعوت میده یعنی اینا را به خیر دعوت میده ولی یا دندانی نبی را شکستاندن. الله یه آیت روان کرد که تو اختیار نداری ای پیامبر یعنی بدوا و این گپا نکو ثابت قدم باش و ادامه بده به کارهایت. در جنگ احد مسلمان ها وقتی که در جنگ رفتن تعدادشان کم بود 1000 بود اونا 3000 بود و خوب به انتقام گیری آمده بودن. الله متعال اول از جنگ احد یاد میکند 60 آیت در این مناسبت بیان کرده است و جنگ بدر هم اشاره کرده است که در جنگ بدر الله شما را نصرت کرد و در جنگ احد باز مشکلات پیدا شد. اصلی بود که 300 نفر مسلمان 1000 نفر بود 300 نفر عبدالله بن ابی بن سلول منافق آمد در جنگ باز پس رفت به خاطر که مسلمان ها شکست بخورند
و این آیت نازل شدگی جابر روایت میکنه که دو طایفه که ضعیف شدن، بنو سلمه و بنو حارس بود، قریب بود که یام فرار کنن. مومن بود، الله قلب از اینا را قوی کرد. آلو جنگ یاد میکنه، میگه خیر است، تکلیف میاد، مصیبت میاد در جنگ، زخمی میشه، شهید میشه، مرده یعنی میموره، مردای تان ضایع نیست، زخمی های تان ضایع نیست. این تو نیست که شما شکست خورده باشین، الله شما رو نصرت میکنه. عالم جنگ یاد میکنه. و از غداوتا یاد که ای محمد وقت اینا غدا چرا میگه؟ صبح وقت، یعنی وقتی که صبح وقت بیرون شدی، روز جمعه بود، روز جمعه بود، من اهل که از خانواده اید الى احد، به جنگ احد. خب اول مشوره کرد رسول الله صلی الله علیه و کافرها آماده این گرفته بودن سر مسلمان حمله کنن، مشرکین مکه. و مثلا مشوره کرد که در مکه باشیم یا براییم. جوانا گفتن که بیرون شویم، اکثریت گفت، بعضی گفت باشیم، که آمدن با ما از اینجا جنگ میکنیم. با رسول الله هم رای اکثریت اینجا قبول کرده، به خاطر که جنگ است یک کار تجربی است، گپ دین نبود. تجربه اهل تجربه گفت که بیرون برایم در احد. احد یک 10 کیلومتر به خیالم دور است یا 15 کیلومتر از خود امی سایه مدینه و قریه و مسجد نبوی. بعد رسول الله هم که مؤمنین رفتن در احد سنگر گرفتن. الله امور یاد میکنه که و این روز جمعه بود، باز مشوره که کرد با بعد از پیشین جمعه باز برای جنگ آماده میشن. وقتی که غداوتا صبح وقت بیرون شدی از خانوادت، ای پیامبر ایرا یاد کو تو باوی المؤمنین، یعنی آماده میکنی برای مؤمنین مقاعد، جای اماکنهم، جای نشستنشانه، جای سنگرایشانه، للقتال، از برای جنگ دشمن. رسول الله هم یک فرمانده جنگ میگفت تو اینجا باش، اینجا باش. عبدالله بن جبیر گفت متفقک بود، گفت تو که 50 نفر در اینجا باش، اگر ما هر حالت شدیم شما پایین نشید. هشدار برشان داد. حاجی صاحبان دیده متفقک است، متفق گفت تو اینجا باش. دیگاره گفت که شما اینجا باشید. جنگ میشه فرار نمیکنین، پیش میرین. والله سمیع علیم، الله میشنوه آواز شما را، عالم است به حالات شما. یعنی مؤمنین که در جنگ می باشه الله آوازشان میشنوه و حالاتشان خبره. از همت طایفتان منکم، یاد که وقتی را که همت قصد کرد، یعنی نزدیک بود، طایفتان منکم دو طایفه از لشکر مسلمان ها، چیشان انتفشلا، اینکه بغیرت شوند و ضعیف شوند و قصد کردن که بازگشت کنند. بنو سلمه و بنو حارسه بود. این وقتی بود که رسول الله صلی الله علیه و با 1000 نفر از اصحابش بیرون شد. هر وقتی که رو بروی عسکر کافرها شد، 3000 نفر بودن، اونا ان خزل عبدالله بن ابی بن سلول بثلث الجیش، 3 حصه لشکر عبدالله بن ابی منافق بیدین بود، منافق کافر در صف مسلمانان در جنگ بودن. یعنی فهمیدم در صف مؤمنین منافقین بود، صف مسلمان خراب نشده، قلبا کافر بودن، ظاهرش صحیح بود، ظاهرش مهمه. یک دفعه می عبدالله بن ابی بن سلول، این سابق پیش از رسول الله هم در مکه در مدینه رئیس بود، این دور خورد که تم 3000 نفر بازگشت، 300 نفر بازگشت کرد. گفت قدر رسایکم ما کی میتونیم. رسول الله گفت استاد شد که باش امی بی غیرتی شکست در صف مسلمان ها جای بگیره، روحی مسلمان ها ضعیف شود. 300 نفر که برآمد، 2 گروپ دیگه مسلمان هم ضعیف شدن. و یا چی گفتن وقتی که برآمد؟ علامه نقتل انفسنا و اولادنا، چرا ما خود اولادای خدا بکشیم؟ 3000 سیکو 1000 سیکو دار خود که برآمد. در اینجا فهم الحیان من الانصار، 2 قبیله بزرگ بنو سلمه و بنو حارس، این 2 قبیله بزرگ یام تصمیم گرفتن بنو حارسه بالرجوع که یام بگردن و یام تعدادشان زیاد بود، وقت باز مسلمان ها بخی کم میشد. فحسمهم الله، الله اینا را حفاظت کرد. الله اینجا بیان میکند که اذ هم طایفتان منکم ان تفشلا والله ولیهما، الله حافظ از ایناست، الله مددگار از ایناست. الله اینا را حفاظت کرد که در میدان جنگ ماندن. فمضوا مع رسول الله، به امر رسول الله صلی الله علیه و رفتن در جنگ. الله اینا را حفاظت کرد. وقتی که باز جنگ پیروز شد، مؤمنین آمد، باز اینا میگفتن که الله از ما یاد کردگی است، خوب شد که فرار نکردیم.
یعنی در غضب الله گرفتار میشدن. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، یعنی خاص با الله اعتماد بکنه مؤمنین در همه حالاتتان، در جنگ است، در خوشحالی، اعتمادتان باید با الله باشد. حالا الله از جنگ بدر یاد میکند که تقوا داشتین شما، یعنی زیاد شما را الله نصرت کرد. پس در جنگ احد اگر شکست خوردین، این شکست دائمی نیست. ولقد نصرکم الله ببدر. خب مسلمان ها فکر کرد که الله ما را در احد نصرت نکرده. الله میگه کردیم، بدون شک الله نصرت کرده شما مؤمنین را. نصرکم، نصرتتان کرد، مددتان کرد. به بدر، در روز بدر. بدر یک مکان است در 130 کیلومتری مدینه است، 130 کیلومتر دور میری. در اونجا الله شما را نصرت کرد مع قلت العدد، با وجودی که وانتم مزله شما کم بودین، سلاحتان کم بود. اون جنگ اول هم بود، یک دو دانه شمشیر داشتن، 3 دانه. بخاطر که بفهمین که نصرت از جانب الله است. نصرت به کثرت عدد نیست. الله که نصرت کنه کم هم میکنه. ما شما در صورت چی خواندیم نه؟ بقره که کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن الله. بسیار وقت پیرها شده، یک جماعت کم غالب شده با یک جماعت کلان باذن الله و توفیق الله. والله مع الصابرین. فاتقوا الله لعلکم تشکرون. بترسین از الله تا که شکرگزار شوین. شما انا تقوا که سبب شکرگزاری میشه. حالا الله یاد میکنه استقولوا للمؤمنین، وقتی که گفتی از برای مؤمنین ای محمد، از برای اصحابت، الان یکفیکم، آیا کفایت نمیکنه شما را؟ ایمدکم ربکم، ای که مدد بکند شما را الله متعال بثلاثه آلاف، به 3000 ملائکه منزلین، در حالی که پایین شوند به نصرتتان. 3000 ملائکه برتان بس است. اینی آیت استقولو برای چی است؟ محققین میگن که اشاره به سوی جنگ بدر است، در جنگ بدر. ولی بعض مفسرین میگن اشاره به سوی جنگ احد است. اما اصلش چیز که در جنگ بدر است، خو واقعا الله آوردگی است. رسول الله هم گفت که وقت مسلمانا چند بودن؟ 300 نفر، اونا 1000. گفت 3000 ملائکه براتون بیا. 3000 ملائکه گفت خب بیا، بسیار زیاد است. باز الله چی میفرماید؟ بله، یعنی تصدیق میکند وعده که پیامبر سم داده بود. ان تصبروا، اگر شما صبر بکنین در جنگ، الله مددتان میکنه به ملائکه، به شرطی که صبر کنین. و تتقوا، و تقوا کنین، تقوایی که از الله بترسین، نافرمانی نکنین، احکام در میدان جنگم، در میدان جهادم احکام الله را عملی کنین. اگر صبر بکنین، تقوا کنین. و یأتوکم من فورهم هذا، میاد امین مشرکین شما را من فورهم، بجوششان میتو. هذا که این مشرکین است. وقتی که دنمو ساعت آمدن، یمددکم ربکم، مدد میکند شما را ربتان به 5000، به 5000 من الملائکه، از ملائکه 5000 مسومین، علامدار و نشاندار. نشانهشان چی بود؟ در صلاح بود، دیگه تمرین شده به قتال. بعضی هم میگوین که معلمین به علامت، میگه ملائکه در اسب ها آمدن که ابلق به سفید سیاه بود، دیگه عمایم و 20 لنگی های سفید داشتن. قد ارسلوها بین اکتافهم، یک دفعه کتمی اسب ها آمدن لنگی های سفید داشت، مثل انسان ها رفتن. یکم دفعه سابق مجاهدین در کت روس که جنگیده، میگم ما میدیدیم که می تو اسب سوارا و لنگی سفید آمد. خب ما گفتیم چی فکر میکنین؟ میگم ما میگفتیم اینا ارواح شهدا است. خب همین شهدا زیر قبر خیست ارواحشون. ما گفتم نه، اشتباه کردیم. ارواح شهدا مرده که مرد خلاص شد، دیگه روحش تو نیست که هر طرف بگرده و او را کار کنه. این گپ باشه. خب در افغانستان 4 میلیون شهید است، نه؟ یک روح هم زور 10 نفر داره، نه؟ چرا این کافرها اینجا هستن؟ اینطور نیست. گفتم این ملائکه هست. ملائکه همیشه نصرت میکنه بوده. دوران روسا مردم دیده، احتمالی است که ملائکه بوده، روح نیست. اینجا گفت که 5000 ملائکه مسومین، یعنی لنگی های سفید دارن، در اسب ها میاین، نشاندار، سلاحایشان خاص علامدار است. باز الله می فرماید که آیا ملائکه نصرت میکنن؟ میگه نه، ملائکه بر نصرت نامده، فقط قلب شما را محکم میکنه. نصرت از جانب الله است. و ما جعله الله الا بشرا لكم، نگرداندگی است الله اینمیم امداد به ملائکه الا بشارت، مگر بشارت از برای شما ای مؤمنین، تا که ایمانتان محکم شود. ولتطمئن قلوبکم، دیگه
قلبتان مطمئن شود. بی با آمدن ملائکه از کثرت دشمن نترسین که زیاد است، از این نترسین. قلت عددتان نترسین، واقعا هم میطور است. گپ در این نیست که کافر زیاد است، نه، هر قدر زیاد بود زیاد میموره. گپ در ثبات است، کم باشی با ثبات باشی. حتی روایت است که عمر رضی الله عنه میگه که 12,000 مسلمان باشد هیچ لشکر کسی شکست داده نمیده. 12,000. و من نصر الا من عند الله، نصرت نیست مگر از جانب الله است. یعنی این توهم نکنین که با کثرت عدد نصرت است. نصرت از جانب الله است، از جانب ملائکه و غیرش نیست، از جانب الله است نصرت. چه قسم الله العزیز که غالب است، حکیم صاحب حکمت است. خب باز الله نصرت خودم میگه که سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، رعب و حیبت و وحشت مومن در قلبش میپرتم. کمی یک حمله کرد هیچ کافر دیگه استاد شده نمیتون، در قلبش دل شیر بانی میگریزه، استاد شده نمیتون، رعب و حیبت میفته. دیگه قلب مومن الله محکم میکنه، هر قدر رو بترسانه نمیترسی. لیقطع طرفا من الذین کفروا، الله میگه اینمی تدبیر الهی که آمد که شما در جنگ بدر میگه ملائکه آمد که شما ببینین قلبتان مطمئن شود. باز اصل نیست که با در جنگ احد 1000 ملائکه آمده در جنگ بدر تا که الله قطع کند، یعنی هلاک بکند. لیقطع یعنی تدبیر به این خاطر است که هلاک بکنه الله طرفا، یعنی یک طایفه از این کافران را، من الذین کفروا، از کافران را به قتل و اسیر شدن، چیزش بمره و چیزش اسیر شود. او یک بتام، یا اینکه ذلیلشان بکند الله، رسوایشان بکند به شکست خوردن. فینقلبوا خائبین، بازگشت بکنند خائبین، ناامید و نامراد که کامیاب نشده باشند. الله می کار در جنگ بدر کرد، اونا بسیار به دبدبه آمدند، 1000 نفر که ریشه مسلمان ها را می کشیم، حتی دولم می زدم، دم دم کده و دول زده آمدند. که می آمدن نزدیک شدن، چنان مردار شدن، چنان کشته شدن، چنان گریز کردن، تمام کلانشان کشته شد. 70 تاشان کشته شد، 70 تاشان اسیر شد. لیس لک من الامر شیء، این آیت اعتراض است، در جمله معترضه است به ارتباط واقع احد، از جنگ احد. رسول الله صلی که وقت دهنش شکست دعا کرد که الله اینا را هلاک کنی، الله میگه بدوا نکن، خیر تکلیف میه. لیس لک من الامر شیء، نیست از برای تو از اختیار چیزی، یعنی تدبیر بنده هیچ پیش تو اختیار نیست. او یتوب علیهم، یعنی یا الله رجوع میکند به اینا که چطور است، یعنی الله مالک اختیار از ایناست، یا هلاکشان میکند عذابشان میده، یا شکستشان میده، یا یتوب یعنی رجوع میکنه الله، توبهشان قبول میکنه مسلمان میشن، یا عذابشان میده اگر اصرار به کفر بکنن. فانهم ظالمون، به خاطر که اینا ظالم هستند. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض. اینجا سوال پیدا میشه چطور الله اینا رو هلاک میکنه؟ اختیار داره؟ میگه بله، خاص در اختیار الله است. آنچه که در آسمان هاست، آنچه که در زمین است، اختیار پیش الله است. یغفر لمن یشاء، میبخشه کسی را که بخواد، یعنی مؤمنین، و یعذب من یشاء، عذاب میده کسی را بخواد، کافرا را. والله غفور الرحیم، الله بخشاینده و مهربان است. پس در اینجا الله میگه که شما را در جنگ بدر نصرت کرده، در دیگه جنگ هم میکند، جگرخون نشین، ثابت قدم باشین. الله بر ما شما توفیق